سلام دوستای خوبم. حالتون چطوره؟ امروز قراره درباره بیماری پوستی صحبت کنیم که خیلی ها اسمش رو شنیدن ولی دقیق نمیدونن چیه. پسوریازیس. شاید شما هم دیده باشید. روی پوست بعضی ها لکه های قرمز و پوسته های سفید یا نقره ایجاد میشه. خب این همون پسوریازیسه. ولی داستانش خیلی عمیق‌تر از یک مشکل پوستی ساده است. فرض کنید بدن شما مثل یک شهر بزرگه. هر سلول پوست مثل یک کارگر ساختمونه که باید مرتب بیاد و جای خودش رو عوض کنه. تو حالت عادی این کارگرها حدود 1 ماه طول میکشه تا جایگزین بشن. اما توی پسوریازیس سیستم ایمنی بدن اشتباه میکنه. فرض میکنه دشمنی وجود داره، به کارگرها دستور میده خیلی سریعتر کار کنن. نتیجه پوست خیلی زودتر از موعد ساخته میشه و روی هم جمع میشه. همین باعث قرمزی، التهاب و پوسه پوسه شدن میشه. خب چه چیزایی میتونن نشونه پسوریازیس باشن؟ لکه های قرمز با پوسته های سفید یا نقره‌ای، خارش و سوزش، ترک خوردن یا خشک شدن پوست، تغییر ناخن‌ها مثل ضخیم شدن یا ترک برداشتن و حتی در بعضی‌ها درد مفاصل. اینجا هم داستان جالبه. هنوز دلیل قطعی مشخص نشده ولی چند تا عامل مهم هست. ژنتیک. اگه تو خانواده کسی پسوریازیس داشته باشه احتمال ابتلا بیشتره. استرس و نگرانی‌های بیش از حد. عفونت‌ها و بعضی داروها. تغییر فصل و آب و هوا. شاید بپرسید درمان داره؟ راستش درمان قطعی نداره، اما راه‌های کنترل زیادن. کرم‌ها و پمادها برای کاهش التهاب، نوردرمانی با اشعه فرابنفش، داروهای خوراکی یا تزریقی که سیستم ایمنی رو هدف میگیرن و مهمتر از همه تغییر سبک زندگی مثل کم کردن استرس، تغذیه سالم، ورزش و دوری از سیگار و الکل. بعضی چیزای ساده هم خیلی کمک میکنن. روغن نارگیل یا زیتون برای نرم کردن پوست. حمام با جو 2 سر یا نمک دریایی. رژیم غذایی ضد التهابی پر از سبزیجات و مایع‌های چرب و البته آب کافی، چون پوست خشک دشمن پسوریازیسه. یه نکته خیلی مهم، پسوریازیس واگیر نداره. یعنی شما نمیتونید از کسی بگیرید یا به کسی منتقل کنید. اما متاسفانه خیلی از مبتلایان به خاطر ظاهر پوستشون دچار اضطراب یا افسردگی میشن. پس مهمه که ما درک و آگاهی بیشتری نسبت به این بیماری داشته باشیم. پسوریازیس یه بیماری پوستی مزمنه که شاید درمان قطعی نداشته باشه. اما میشه با درمانهای پزشکی و مراقبت‌های ساده اون رو کنترل کرد. زندگی با این بیماری ممکنه سخت باشه، ولی با آگاهی و حمایت میشه کیفیت زندگی رو خیلی بهتر کرد. خب دوستان، امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه چیزی یاد گرفتید، لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله رو بزنید. راستی، اگه تجربه‌ای در مورد پسوریازیس دارید یا سوالی براتون پیش اومده، حتما توی کامنت ها برام بنویسید.